به نام خداوند بزرگ و مهربان. عامل 13 تجربه نیندوختن از گذشته است، از عوامل عقب ماندگی ما ایرانیان. استاد ملکیان میفرمایند که در واقع یه جمله معروفی هست که میگن ببخش و فراموش کن یا ببخش و فراموش نکن، کدوم رو باید ما بپذیریم؟ ایشون این بحث رو مطرح میکنن که داستان بر سر اینه که اگر شما ببخشید و فراموش کنید باز هم از همونجا ضربه میخورید. انسانهای سالم کسانی هستند که در درونشان میتوانند بزرگترین دشمنان خود را از لحاظ عاطفی ببخشند. چرا که از لحاظ عاطفی باید بخشود، اما از لحاظ ذهنی نباید فراموش کرد. چرا؟ چون از همونجا ضربه میخوریم. اما متاسفانه ما عکس این عمل میکنیم، از لحاظ عاطفی نمیبخشیم و کینه‌جویی در ما زنده است که یه رذیلت اخلاقی است. اما به لحاظ ذهنی فراموش میکنیم. چرا که حافظه تاریخی ملت ما ایرانیان بسیار کند و تار است. ببینید، شما اگر کسی به شما بدی کرد، مثلا سر شما کلاه گذاشت، شما میتونید اونو ببخشید، اما اینو نباید فراموش کرد. من خودم گرفتار این مسئله بودم. یه کسی دوست ما بود، حالا رفیقی بود، ولی توی زمان خاصی گرفتار اعتیاد شده بود که البته ما نمیدونستیم و بعداً این شخص توی مسئله مالی سر ما کلاه گذاشت. ما رو حساب سابق که انسان شریفی بود فکر میکردیم همون آدم قبلی است، در حالی که عوض شده بود. به خاطر اعتیاد شخصیتش تغییر و تحولاتی درش صورت گرفته بود و به هر حال کلاهبردار شده بود. سر ما کلاه گذاشت. خب ما البته اونو دیگه رها کردیم، من دیگه پیگیری نکردم، ولی خب فراموش نکردم. جالب اینه چند سال بعد اومد دوباره، یه ماشینی داشتم اومد ماشین رو از من بگیره. حالا شما فرض کنید من فراموش میکردم، ماشین رو بهش میدادم، اما من کاملا یادم بود، میدونستم این همون آقاست، این همون کسی که اون موقع پولی از من گرفت و دیگه رفت که رفت. حالا اومده ماشین رو میگه این ماشین تو بده ما بریم تو کار دلار مثلا باهاش فلان کارو بکن. ببینید، ببخشید ولی فراموش نکنید. چرا؟ چون اگه فراموش کنید، البته کینه توزی نداشته باشید، واقعا ببخشید از لحاظ اخلاقی، عاطفی، احساسی، هیجانی ببخشید، به لحاظ روانشناختی و اخلاقی. اما از لحاظ اینکه شما عاقل هستید نباید فراموش کنید، چون صدمه میبینی. مثلا میگید آقا این همون شخصه. الان من این مثال میزنم. ببینید، ما دیکتاتوری یه چیزی که تو ایران زیاد وجود داشته، این که ما روی شخص زیاد تاکید میکنیم، به یه شخص بیش از حد اعتماد میکنیم. اگر شما تجربه تاریخی داشته باشید دیگه این کارو نمیکنید، ولی وقتی که شما تجربه تاریخی نداری، حافظه تاریخیت رو در واقع فراموش کردی، از گذشته ها درس نگرفتی، تجربه نیندوختی، دوباره اعتماد میکنی، با یک گشاد سرت میره. لذا این مسئله مهمی است که استاد ملکیان مطرح میکنن که انسان عاقل کسی است که از گذشته عبرت میگیره. یه نکته دیگه عرض بکنم. ببینید، در روانشناسی، به ویژه در روانشناسی مرضی بالینی، یک نکته وجود داره. یک اختلال شخصیتی ما داریم به نام اختلال شخصیت ضد اجتماعی، که اینا یه مشکلاتی دارن که ممکنه مشکل مغزی هم باشه، که از گذشته نمیتونن درس بگیرن. یعنی اگر 1000 بار یه راهی رو بره و اشتباه کنه بازم اون راه رو میره، اصلا نمیتونه پیامد و اون تبعات اعمال خودش رو یا اعمال دیگران رو متوجه بشه. یعنی اینکه عملش رو دیگران چه اثری داره، رو خودش چه اثری داره. مثلا یه کاری انجام میده، هم به ضرر خودشه، هم به ضرر خانواده و اطرافیان و دوستان، تا شعاعی که قدرت داره، تا شعاعی که نفوذ داره. ولی این کار رو 30 سال انجام میده. و من سراغ دارم آدمای کلاهبردار که اینا ضد اجتماعی ها، معمولا همین کلاهبردارا ضد اجتماعی هستند،
که اصلا حق مردم و حد مردم، حدود مردم و حقوق مردم اصلا برای اینا مهم نیست. بهش میگن مرض بیوجدانی، جنون بی اخلاقی، که اینا اصلا گویا اخلاق ندارن، گویا اصلا وجدان اخلاقی در اینا تعطیله، اصلا وجود نداره. اینا چه موجوداتی هستن و نمیتونن عبرت بگیرن از گذشته. حالا ببینید ما به لحاظ این حرفی که استاد ملکیان میزنن یه چیزی شبیه اینه، ولی در مقیاس جامعه شناختی. یعنی جامعه ما، ملت ما و به لحاظ تاریخی تاریخ ما از گذشته عبرت نمیگیره و این باعث میشه که صدمات زیادی ببینه. به اصطلاح از یک سوراخ بارها گزیده بشه، نه فقط یک بار. حتی توی مسائل دینی هم ما داریم که مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه. پس معلومه ما مؤمن هم نیستیم برای او ادعایی که میشه تو ایران. اگه ایمان هم داشتیم از این سوراخ دوبار گزیده نمیشدیم، ولی مثلا 2500 سال داری گزیده میشی. ببین چه ایمانی است یا چه عقلانیتی است که شما از یه سوراخ سالها و قرنها دارید گزیده میشید. بنابراین عامل هم عامل مهمی است که باید انسان ببخشه ولی فراموش نکنه، تجربه بیاندوزه، در واقع عبرت بگیره. خب تا جلسه دیگر، خدا نگهدار.